وروди ماشین‌های برقی و یا الکترومبیل به تاجیکستان با سرعت در حال افزایش است. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات گفت در نیمه اول سال جاری حدود 800 ماشین برقی وارد تاجیکستان شده است. در مجموع حالا در تاجیکستان 1600 ماشین برقی مورد استفاده قرار دارد. این چیزی نو است. خصوصا همون بی‌ضررگردانی بگیم که اکومولاتور لیتیوم است. ما 1,600,000 یا 1,700,000 سومی در قسمت بودجه وارد کردگی هستیم. اینجا هم برای نقطه پر کردن برق، بگیم که نقطه برق پر کنیم و تعمیر. لیکن حاضر تا این درجه از ما استوهایی که مثلا از عهده تعمیر همون اکومولاتورها باید نیست. برای همین گپ درباره بی‌ضررگردانی آنها میاد. با گفته وزیر نقلیات برای تأسیس اینفراساختور ضروری جهت خدمترسانی به ماشین‌های برقی برنامه ویژه تهیه شده است. در چهارچوب این برنامه تنها در شهر دوشنبه بنیاد 169 نقطه تامین برق در نظر است. حالا در پایتخت تاجیکستان 36 نقطه تامین برق برای الکترومبیل‌ها فعال بوده است. برای заправка کنی 1 ساعت وقت مثلا 40 минут 45 минут 1 ساعت هر خیلی зависит ای همون ضریعی که مثلا موندگی ای. در دوشنبه چند نقطه امروز заправка کنی؟ در دوشنبه از در شرکت اینو 2 точка یا точка دیگه در هم پیش دومی سیمرغ گردونه همونجا. این کم نیست بعد نوبت نمیست. نوبت خیلی حاضرش نوبت استوده استم لیکن آینده ده آورده سیم بسیار میشه و انشالله خدا خواه انشالله بسیار میشه. حکومت تاجیکستان همچون امتیاز واردات ماشین‌های برقی را از پرداخت باج گمرکی آزاد کرده است. ماشین‌های برقی از نقطه‌های تامین برق که برای آنها پیش بینی شده است 1 کیلووات ساعت نیروی برق را با ارزش 1 سومانی می‌خرند. چنین تاکسی‌های برقی را غیر از شرکت‌های تاکسیرانی از دست افراد الهیده نیز با ارزش تا 300,000 سومانی و از آن بیشتر نیز خریدن ممکن است. چون با برق حرکت می‌کنند از نگاه مالی کم خرج حساب می‌شوند، ولی چون کمچین هستند و اگر تعمیر طلب شوند خراجات‌هایش می‌افزاید.